سال جدید رو چگونه شروع کنیم؟ تئوری یک مقصد نیست، بلکه سفری که هرگز پایان ندارد. سلام، من برایان تریسی هستم. ابتدا میخوام سال نو رو به شما عزیزان تبریک بگم. اگر رویکرد خوبی از ابتدای سال انتخاب کنیم، میتونیم امسال رو به بهترین سال عمرمون تبدیل کنیم. در ویدیوی امروز میخوام به شما آموزش بدم که چگونه سال نو رو با موفقیت شروع کنید. اولین استراتژی برای موفقیت طولانی مدت که در ویدیوی قبلی آموزش داده بودم، جمع بندی سال گذشته است. اگه اون ویدیو رو تماشا نکردید، میتونید با کلیک روی لینک انتهای صفحه اونو دانلود کنید. جمع بندی سال گذشته اولین قدمه، چون اگر بازتابی از خود به دست نیاریم، نمیتونیم مسیر آینده خودمون رو مشخص کنیم. همچنین میتونیم اهدافی که در سال گذشته ناموفق بوده رو به پایان برسونیم. به یاد داشته باشید که دلیل ایجاد این بازتاب از سال گذشته این نیست که خودمون رو در رسیدن به اهداف ناکارآمد و یا ضعیف بپنداریم. رسیدن به اهداف بزرگ زمان بسیار زیادی میطلبه. نکته اصلی اینه که از موقعیتمون آگاهی پیدا کنیم و برنامه‌هایی برای مسیر آیندهمون طراحی کنیم. استراتژی بعدی ایجاد لیست جدیدی از اهدافی که میخواید در سال جاری به اونها برسید. این اهداف میتونه شامل اونایی باشه که در سال گذشته قابل دسترسی نبودن و یا میتونن اهداف جدیدی باشن که بسته به سال و آیندهمون اونا رو انتخاب کردیم. استراتژی بعدی استفاده از روشی که من اونو متد 10 هدفی نامگذاری میکنم. این روش مورد علاقه منه. یک برگه تهیه کنید و عدد سال جدید رو در قسمت تاریخ بنویسید. سپس 10 هدفی که برای سال جدید در نظر دارید رو بنویسید. بعد از تکنیک ماجیک وان استفاده کنید. تصور کنید که هیچ محدودیتی ندارید. 10 موردی که دوست دارید امسال به اونا برسید و یا بخرید و یا به دست بیارید و در اون بنویسید، طوری که انگار همه اونا به طور قطع اتفاق میافتن. هیچ محدودیتی ندارید. بذارید برای نوشتن اهدافتون شما رو راهنمایی کنم. اهداف رو در زمان دستوری حال بنویسید، انگار که همین الان به اونا رسیدید. به طور مثال، به جای هر سال فلان $1000 رو به دست خواهم آورد، بنویسید من هر سال فلان $1000 به دست میارم. دلیل این کار اینه که ذهن ناخودآگاه ما تنها دستورهایی که در زمان حال گفته میشن و در نظر میگیره. مورد بعدی اینه که اهدافو با احساس مثبت تبیین کنید. به طور مثال، به جای میخواهم سیگار رو ترک کنم، بنویسید من سیگاری نیست. مورد نهایی اینه که اهداف خودمون رو در حالت اول شخص بنویسید. این گونه همه اهداف شما با کلمه من شروع میشه. در این حالت ضمیر ناخودآگاه شما متوجه میشه که پیام از طرف شما اومده. پس ترتیب جمله این گونه است: من به اضافه فعل عملی در حالت مثبت. من امسال فلان $1000 درآمد دارم. بعد از اینکه 10 هدف خودتون رو با استفاده از این راهنمایی ها نوشید، از خودتون این سوال رو بپرسید: کدام یک از این هدف اگر به اونا دست پیدا کنم بیشترین تاثیر رو در زندگی من خواهند داشت؟ دور هدف مورد نظر خط بکشید. این تصمیم به عنوان اصلی ترین انتخاب و مهمترین هدف شما انتخاب میشه. قدم بعدی در متد 10 هدفی برنامه ریزیه. هدف اصلی خود که در بخش قبلی انتخاب کردید و در برگه تمیز بنویسید. برای اون هدف تاریخ انقضا تعیین کنید. این گونه بنویسید: من به این هدف در تاریخ فلان رسیدم. از مشکلاتی که باید حل کنید و یا اطلاعات و مهارت‌هایی که نیاز دارید و یا از افرادی که برای رسیدن به این هدف نیاز دارید لیست تهیه کنید. این اطلاعات رو مثل یک نقشه سازماندهی کنید. سپس سریعاً وارد مرحله عمل بشید تا حرکت به سوی اهداف رو شروع کرده باشید. کارهای زیادی میتونید انجام بدید، ولی این نکته رو تو ذهن داشته باشید که بعد از تکمیل برنامه ریزی بایستی سریعاً وارد مرحله عمل بشید و مدام برای رسیدن به اهداف تلاش کنید. مورد نهایی استفاده از تمرین مایند استرومینگ برای هدف خودتونه. این پروسه شما را مجبور میکنه که روی چگونگی رسیدن به هدف اصلی شدیداً تمرکز کنید. یک برگه تهیه کنید و هدف اصلی خودتون رو در بالای صفحه در حالت سوالی بنویسید. به طور مثال میتونید بنویسید: چگونه میتونم تا روز 30 نوامبر سال جدید فلان $1000 پول ذخیره کنم؟ سپس 20 پاسخ برای این سوال بنویسید. میتونید بیش از 20 پاسخ رو بنویسید، ولی باید طور این روش رو
بیاموزید که حداقل 20 پاسخ برای هر سوال نوشته باشید. با استفاده از این روش در ابتدای سال جدید میتونید خودتون رو برای موفقیت آماده کنید. برنامه ریزی کردید و حالا دارای یک هدف هستید و میخواید به اون برسید. اگه این برنامه ریزی رو برای خودتون ایجاد کنید، قول میدم که یک سال هیجان انگیز پر از تلاش، موفقیت و احساس خوشایند رو در پیش داشته باشید. قبل از اینکه موضوع رو جمع‌بندی کنم، میخوام جمله‌ای رو بگم تا اون رو با دوستان و دنبال کنندگان خود در میان بذارید. جمله اینه: تعالی یک مقصد نیست، بلکه سفری که هرگز پایان ندارد. خیلی دوست دارم نظرتون رو نسبت به این سوال بدونم که چه کاری شما رو به اهداف مورد نظرتون در سال جدید نزدیکتر میکنه. نظرات خودتون رو در پایین صفحه بنویسید و مطمئن باشید که حتما اونا رو خواهم خوند. ممنونم که این ویدیو رو تماشا کردید و به یاد داشته باشید که اگه میخواید زندگی و آینده خودتون رو تغییر بدید، همین الان شروع کنید.